در درس 15 قسمت دومش خب اصلا در احادیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته هست خوب، اما احادیثی که به الخالق گفتیم او در باره همه منتها علما و شما مییم در قسمت دوم چی سرش بحث میکنیم که با اسم الباری الله چه قسم زندگی بکنیم. اول ما و شما فهمیدیم که الله متعال خالق ما و شماست، باری هست. پس ما و شما به این عقیده داریم که الله متعال یکی از اسما و صفاتش الباری است، به معنای از که مخلوقات از عدم خلق میکنه مطابق امو تقدیری که الله سبحانه و تعالی کرده. دوم چیزی که ما و شما با اسم الباری الله زندگی میکنیم، یعنی به این عقیده هستیم که الله سبحانه و تعالی الباری هست، یعنی از تمام عیب‌ها و نقصان‌ها پاک میباشه. و نقطه سومیش در اینجا چی میگیم که هو الممیز لخلقه بعضه عن بعض، ذاتی هست که تمیز میکنه مخلوقاتش بعضش از بعض. پس فرق کرده بین مخلوقات، مثلا انسان ها چهره و صورت خاصی دارن، حیوانات چهره و صورت خاصی دارن، حتی 2 نفر انسان 10 نفر انسان هم وقتی که شما ببینید در بین میلیاردها انسان، یعنی هر کدامش چهره خاص خود داره که الله سبحانه و تعالی با علم خود و با قدرت خود و با صفت باری خود اینا را خلق کرده و به این شکل اینا را مختلف ساخته هست. و چهارمین نقطه که در اینجا باید ما و شما بفهمیم و هو الذی سوى خلقه بحکمته، که مخلوقات خود با حکمتش مساوی ساخته. پس ما و شما میفهمیم که با الله سبحانه و تعالی به خاطر از که ما و شما نرمال زندگی بکنیم، کل چیز اما تو به یک مساوات، یک تعادل است. هر چیز اما تو منظم هست که کلش به شکل نرمال پیش میره. اگر در وجود ما هست، اگر در بیرون هست، کل چیز الله متعال همه چیز مساوی خلق کرده و این هست از صفات الله سبحانه و تعالی و به این شکل ما و شما زندگی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.